دروغ شاخدار آیت الله نجم الدین طبسی. درست است که الان در مدینه منوره بیش از 100,000 شیعه هست، یک مسجد هم نداره. حالا درست است، ولی اونها رو سعی کرده حکومت کنارشون بزنه که مشخص نه، یعنی وضع مدینه وضع اهل سنته، یعنی ساکنانشون مظاهر اهل سنته. مسجد شیعیان مدینه این روزها پذیرای زوار شیعه و زائران حرم نبی مکرم اسلام از کشورهای مختلفه. اصلا عالم خاصی داره، احساس غربت نمی‌کنی اینجا اومدی. اینجا هر کی میاد آرامش قلب میکنه، احساس میکنه خونه خود. الان در مدینه منوره بیش از 100,000 شیعه هست، یک مسجد هم ندارن. حالا اینجا مسجد شیعیان در شهر مدینه است. در ایام حج این مسجد مأمن شیعیانی است که از سراسر دنیا به حج آمدند. الان در مدینه منوره بیش از 100,000 شیعه هست، یک مسجد هم ندارن. حالا مسجد به حضور آیت الله امری، یکی از رهبران شیعیان عربستان مزین است. الان در مدینه منوره بیش از 100,000 شیعه هست، یک مسجد هم ندارن. حالا اشهد ان علی اینجا تنها مسجدی در شهر مدینه است که مؤذن حجت خدا را شهادت می‌دهد. اینجا می‌توان سر بر تربت سید الشهدا گذاشت و آرام گرفت. الان در مدینه منوره بیش از 100,000 شیعه هست، یک مسجد هم ندارن. حالا نماز جماعت اینجا به امامت شیخ کاظم الامری رهبر شیعیان مدینه برپا می شود. وجود مبارک شما و زائران جمهوری اسلامی ایران و حجاج جمهوری اسلامی ایران من خیلی خوشحال میشه. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. بیگمان کسانی که به آیات الله ایمان نمی آورند، الله آنان را هدایت نمی کند و عذاب دردناکی دارند. فقط کسانی دروغ می‌بندند که به آیات الله ایمان ندارند و ایشانند که دروغ گویانند.